فصل دوم. انتخاب ها. همه ما یکسان به دنیا آمدیم. برهنه، هراسان و بی‌سواد. بعد از این ورود بزرگ، زندگی مجموعی از انتخاب هایی خواهد بود که خودمان داریم. انتخاب های ما می توانند بهترین دوست یا بدترین دشمنانمان باشند. می توانند ما را به اهدافمان برسانند یا به سیاره دور افتاده بفرستند تا دور خودمان بچرخیم. درباره‌اش فکر کنید. هر چیزی که در زندگیتان وجود دارد به خاطر این است که پیشتر در مورد چیزی تصمیم گرفته اید. انتخاب‌ها ریشه همه نتایج هستند. هر انتخاب رفتاری را آغاز می‌کند که در بلند مدت تبدیل به عادت می‌شود. انتخاب‌های ضعیف شما را عقب انداخته و سبب می‌شوند انتخاب‌های جدیدی داشته باشید که سخت‌تر خواهند بود. اگر هیچ انتخابی نکنید، دریافت کننده منفعل از هر چیزی که در مسیرتان قرار می‌گیرد خواهید شد. در حقیقت شما انتخاب‌ها را انجام می‌دهید، سپس این انتخاب‌ها شما را می‌سازند. هر تصمیمی هر چند بی اهمیت و ناچیز مسیر زندگی شما را تغییر می‌دهد. اینکه به کالج بروید یا خیر، با چه کسی ازدواج کنید، در غیبت‌ها و شایعه‌سازی‌ها همراه شوید یا خیر، یک یا چند تماس تلفنی و کاری مهم بگیرید یا آنها را به روز دیگری موکول کنید، بگویید عاشقت هستم یا نگویید، مسیر زندگیتان را تغییر می‌دهند. هر تصمیمی که می‌گیرید بر روی اثر مرکب زندگیتان تأثیر دارد. این فصل درباره این است که چگونه تصمیماتی آگاهانه بگیرید تا باعث بهبود و شکوفایی زندگیتان شود. این موضوع به نظر پیچیده می آید، اما از سادگی آن حیرت زده خواهید شد. دیگر 99% از تصمیمات شما ناخودآگاه نخواهند بود. دیگر بیشتر رویه‌ها و عادت‌های روزانه شما ناشی از عکس‌العملتان به برنامه‌های مختلف نخواهد بود. شما از خودتان خواهید پرسید و قادر به پاسخ دادن خواهید بود که در چه تعداد از انتخاب‌هایم خودم تصمیمی آگاهانه نگرفتم؟ در حال انجام چه کارهایی هستم که خودم آگاهانه آنها را انتخاب نکرده و در عین حال هر روز در حال انجام آنها هستم؟ با به کارگیری استراتژی هایی که من در زندگیم به کار بستم و توانستم زندگی و کارم را به کلی دگرگون کنم، شما نیز قادر خواهید بود از شر آنچه در زندگیتان مشکل ایجاد می کنند و آن را به مسیر اشتباه می کشانند رها شوید. قادر خواهید بود دکمه توقف را قبل از آنکه وارد محدوده کارهای احمقانه شوید فشار دهید. خواهید توانست به راحتی اتخاذ تصمیماتی را که منجر به عادتها و رفتارهای مفید و سازنده خواهند شد تجربه کنید. بزرگترین چالش شما این نیست که به عمد تصمیمات بدی گرفته اید. حل کردن این موضوع بسیار آسان است. بزرگترین چالش شما این است که در زمان اتخاذ تصمیماتتان به آنها توجه نمی کنید. نیمی از مواقع از اتخاذ آن تصمیمات آگاه نبوده اید. انتخاب‌های ما توسط فرهنگ و تربیت خانوادگیمان شکل می‌گیرند. آنها طوری در رفتارها و عادت‌هایمان تنیده شده‌اند که فراتر از حد کنترل به نظر می‌آیند. به عنوان مثال، آیا این را تجربه کرده اید که کسب و کار و زندگیتان ناگهان به خاطر انتخابی احمقانه یا مجموعی از تصمیمات کوچک و اشتباه به کلی خراب شده و به نظرتان هیچ دلیل واضحی برای این اتفاق وجود نداشته باشد؟ هرگز نمی‌خواستید خودتان را نابود کنید، اما با فکر نکردن به انتخاب‌هایتان و نسنجیدن ریسک‌ها و نتایج بالقوه این انتخاب‌ها خودتان را در شرایطی یافتید که با عواقب ناخواسته روبرو شده اید. هیچ کس آگاهانه نمی‌خواهد چاق یا ورشکسته شود یا طلاق بگیرد، ولی اغلب این اتفاقات در نتیجه مجموعی از تصمیمات کوچک و ضعیف به وقوع می‌پیوندند. تا حالا فیل شما را گاز گرفته است؟ پشه چطور؟ موارد کوچک در زندگی هستند که شما را می‌گزند. بعضی اوقات مشکلات بزرگی را می‌بینیم که ممکن است شوق و شهرت انسان را در لحظه تهدید کنند.
به عنوان مثال کمدین معروفی که به علت شوخی در خصوص تبعیض نژادی متهم می شود، خانم تنیس باز مشهوری که برخلاف شخصیتش به خاطر استفاده از واژه‌های تهدید کننده علیه مقام رسمی دچار مشکل می شود. به طور مشخص این انتخاب‌های ضعیف تأثیرات خیلی بزرگی دارند. حتی اگر چنین مشکلات بزرگی در گذشته داشتید، به برداشتن گام‌های بزرگ و سخت نیاز ندارید تا بتوانید همه آنها را اصلاح کنید. برای بیشتر ما همین تصمیمات کوچک و به ظاهر کم اهمیت تبدیل به پر اهمیت ترین موضوعات می شوند. در مورد انتخاب‌هایی صحبت می کنم که فکر می کنید به هیچ وجه تغییری در زندگیتان ایجاد نمی کنند. همین چیزهای کوچکی هستند که به صورت گریزناپذیری موفقیت شما را تعیین می کنند. چه تصمیمات خیلی بزرگ و دشوار باشند، چه برخوردهای کوچک یا تصمیمات بزرگ به ظاهر مثبت. همه این انتخاب‌های به ظاهر بی اهمیت می توانند شما را به کلی از مسیر زندگیتان خارج کنند. تنها به این علت که به اندازه کافی به آنها توجه نکرده اید. در روزمرگی غرق و از کارهای کوچکی که شما را به کلی از مسیرتان خارج می کنند غافل می شوید. اثر مرکب عمل می کند. بسیار خوب. همیشه کار می کند. به خاطر دارید؟ ولی در این مورد بر علیه شما. چرا؟ چون غافل هستید. به عنوان مثال، جرعه نوشابه می نوشید، یک بسته چیپس می خورید و ناگهان متوجه می شوید همه تلاش آن روزتان را برای خوردن غذای سالم از بین برده اید، با اینکه گرسنه نبوده اید. خودتان را در حالی می یابید که 2 ساعت بی‌وقفه در حال تماشای برنامه بیفایده و احمقانه تلویزیونی هستید، در حالی که قرار است ملاقات مهمی با مشتری خاص و ارزشمندی داشته باشید. بدون هیچ دلیلی به یکی از اعضای خانواده‌تان دروغ بسیار بدی میگویید، در حالی که گفتن حقیقت هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کرد. موضوع چیست؟ خودتان اجازه دادید انتخاب‌های بدون فکر داشته باشید. تا زمانی که تصمیمات ناخودآگاه بگیرید نمی‌توانید به صورت خودآگاه این رفتارها را تغییر دهید و عادت‌های مثبت را جایگزین آنها کنید. الان زمانی است که باید بیدار شوید و انتخاب‌های قدرتمند داشته باشید. خیلی ساده است که انگشت اتهام به سمت هم بگیریم. درست است؟ من پیشرفت نمی کنم چون رئیس بی‌عرضه‌ای دارم. یا اگر همکارم از پشت به من خنجر نمیزد بدون تردید آن ترفیع به من میرسید. همیشه حالم بد است چون بچه‌ها دیوانه‌ام میکنن. این محبت انگشت دراز کردن به سوی دیگران به همه ما داده شده است. حتی در مورد روابط زناشویی هم میگوییم این طرف مقابل است که باید خودش را تغییر دهد. چند سال پیش یکی از دوستانم از همسرش گله میکرد. از دیدگاه من او زنی فوق‌العاده بود. دوستم خیلی خوششانس بود که چنین همسری داشت. دائم این موضوع را به او میگفتم، ولی او همچنان اصرار داشت که همسرش مسبب تمام ناخوشی‌هایش است. آن زمان من تجربه‌ای را با او به اشتراک گذاشتم که به کلی زندگی مشترکم را تغییر داده بود. در سال نو تصمیم گرفتم برای همسرم نشریه قدردانی درست کنم. روزانه 5 دقیقه را صرف نوشتن حداقل یکی از خصوصیات او می‌کردم و مراتب قدردانی‌ام را به او نشان می‌دادم. اینکه با دوستانش چگونه برخورد می‌کرد، چقدر به حیوانات خانگیمان اهمیت می‌داد، همیشه تخت خواب‌ها را مرتب می‌کرد، غذاهای عالی می‌پخت، موهایش را مرتب و زیبا درست می‌کرد و خیلی موارد دیگر. به دنبال تمام چیزهایی که همسرم آنها را انجام می‌داد و من تحت تأثیر قرار می‌گرفتم می‌گشتم. ویژگی‌های اخلاقی، رفتارها و هر چیز دیگری را که می‌توانستم قدر آنها را بدانم. همه اینها را برای 1 سال مخفیانه نوشتم. در پایان سال نشریه کاملی درست کرده بودم. وقتی نشریه را به او هدیه دادم گریه کرد و گفت این بهترین هدیه‌ای است که در تمام زندگیش دریافت کرده است. جالب اینجاست خودم بیشتر از همه تحت تاثیر این هدیه قرار گرفتم. این فرایند یادداشت‌های روزانه ویژگی‌های همسرم باعث شد تنها بر روی جنبه‌های مثبت او متمرکز شوم. دایم به دنبال کارهایی میگشتم که او به خوبی انجامشان میداد.
این حس درونی من برای یافتن خوبی‌های او هر چیز دیگری را که باعث گلایه‌ام می‌شد نادیده می‌گرفت. بعد از انجام این کار دوباره به شدت عاشق او شدم. قدردانی، حق‌شناسی و تلاش برای پیدا کردن بهترین‌ها در رفتارهایش چیزهایی بودند که همیشه در قلب و چشمانم نگه می‌داشتم. این باعث شد در زندگی زناشوییم متفاوت شوم که البته واکنش‌های متقابلی را هم از طرف همسرم دیدم. با اختصاص دادن 5 دقیقه از وقتم و نوشتن تمام دلایلی که چرا قدردان او بودم، یکی از بهترین سالهای زندگیمان را تجربه کردیم و این هر سال بهتر و بهتر شد. بعد از اینکه این تجربه را با دوستم به اشتراک گذاشتم، او نیز تصمیم گرفت نشریه قدرشناسی از همسرش را درست کند. طی چند ماه به کلی در خصوص ازدواج و زندگیش تغییر نگرش داد. انتخاب این که بر روی نقاط مثبت همسرش تمرکز کند، نگرش او را تغییر داد و باعث شد رفتار متفاوتی با همسرش داشته باشد. با این تغییر رفتار دوستم، همسرش نیز واکنش‌های متفاوتی به رفتارهای او نشان داد. این چرخه مدام تکرار شد، یا بهتر بگویم ترکیب شد.